از شما این را میطلبم که شما عزیزان وقتی که هر انسان مؤمنی و مسلمانی وقتی وارد بهشت میشه دوستان و رفیقان خود را پیدا میکنه در بهشت، طلب میکنه در بهشت. شما عزیزان وقتی داخل بهشت شدید اگر بنده حقیر و فقیر را ندیدید از شما میطلبم که بگویید بار الها همون بنده ضعیف تو که در دنیا 4 کلمه بیان کرد از تو میطلبیم که این را در بهشت بیار. عزیزان و بزرگواران این حرفیه که نه شوخی هست، حرفیه که نه رهبر بکاره، نه بالاخره در اونجا شیخ الحدیث لازمه، نه خطیبه، نه واعظ، نه مسکین. ما آخرت خود ما نمیدانیم که چگونه می آیه و ما از دنیا چگونه می رویم. رسول الله سر به سجده می گذاشتن می گفتن اللهم انی اسألک حسن الخاتمه. ما نمیدانیم که از دنیا چگونه می رویم. ما از دنیا نمیدانیم آیا این ایمان ما العیاذ بالله غارت شیطان خواهد شد. لحظه ای که از دنیا می رویم آیا چگونه خواهد رفتیم. به اینه که اگر در بهشت ندیدیم سوال کنید که همان بنده ضعیفی که بر روی منبر نشسته بود و بر ما پیامتر و کلامتر میرسان اگر خدای نخواسته من اهل نار بودم و جهنم بودم به سبب دعای شما، به سبب التجای شما الله سبحانه و تعالی ما را هم وارد بهشت بگردانه. به اینه که همه ما در بهشت سراغ هم دیگر خود را بگیریم. اگر من در بهشت بودم دستان خود را بلند می کنم میگم بار الها هر کسی که یک مرتبه در این مسجد حضور پیدا کرده او را در بهشت وارد بگردان. این عهدیه و پیمانیه که بین من و شما و ذات اقدس الهی هست.